بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. قال الله الحکیم فی کتابه و ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. موضوع بحث امروز تضرع در قرآن کریم است که با الهام از آیه 94 سوره مبارکه اعراف این بحث را می‌خواهیم دنبال بکنیم. قبل از هر چیز به ترجمه آیه شریفه بپردازم. و ما ارسلنا فی قریة من نبی، یعنی ما در هیچ شهری هیچ پیامبری نفرستادیم الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، جز آن که اهل اون شهر را به آسیب مالی و جانی گرفتار کردیم. لعلهم یضرعون، باشد که به خود آیند و به درگاه خدا توبه و زاری بکنند. بد نیست چند نکته در مورد مفردات این آیه شریف عرض بکنم. اولا کلمه قریه در قرآن کریم به معنی مطلق مجتمع است، یعنی جایی که عده‌ای از انسانها اجتماع کرده اند. حالا این مجتمع اگر کوچک باشد در عرف امروزی ها میگن روستا ده، اگر بزرگ باشد میگویند شهر. بنابراین کلمه قریه در قرآن هم شامل روستا می شود و هم شامل شهر، و شاید کلمه آبادی جمع هر دو معنا را داشته باشد، اگرچه کلمه آبادی هم در عرف بعضی از مناطق ایران بیشتر به روستا اطلاق می گردد. اما از نظر خود واژه آبادی، آباده یعنی جایی که آبادانی در اونجا شکل گرفته است، حالا یا شهر شده یا به صورت روستا مونده است. این در خصوص کلمه قریه، ولذا معمولا مترجمان قریه را به معنی شهر میگیرند، ولی توضیحش همین است که عرض کردم. قریه هم شامل شهر می شود در قرآن و هم شامل روستا، یعنی به معنی مطلق مجتمع، و همون آبادی یعنی جای آبادانی، جایی که آباد شده. و ما ارسلنا فی قریة من نبی، این من را در اصطلاح ادبی میگن من زائده برای تأکیده، یعنی اگر من نبود میفرمود و ما ارسلنا فی قریة نبیا مثلا. حالا اون من جاره آمده کلمه نبی را جر داده مکسورش کرده. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. اینجا دو تا کلمه داریم که چندین بار در قرآن کریم هم تکرار شده است. یکی کلمه بأساست، یکی کلمه ضراست. بأسا اسم مصدر به اصطلاح، به معنی شدت، به معنی سختی است و بیشتر به ضررهای روحی و بدنی و شامل انواع ناامنی‌های اجتماعی هم می شود اطلاق می گردد. اما ضرا به معنی باز سختی، بیچارگی
و بیشتر به ضررهای مالی اطلاق می شود. این کلمه بأس یعنی بأسا در واقع از ریشه بأس هم به معنی شدت یافتن، سخت شدن، یا به معنی شدت و سختی می تواند هم مصدر باشد هم اسم مصدر، و گاهی در قرآن کلمه بأس به معنی قدرت و نیرو و گاهی به معنی عذاب و سختی هم به کار رفته است. و از مشتقات همین کلمه بؤس با همزه به معنی فقر شدید داشتن یا احتیاج فراوان داشتن. خب این مفردات لازم بود که عرض بکنم. کلمه ضراء هم به معنی همون سختی و بیچارگی و بیشتر در بیماری و قحطی و ضررهای مالی به کار برده می شود. که واژه دیگری در این آیه یزرعونه که زاد مشدد تشدید داره، را هم تشدید داره. این یزرعون اصلش بوده یتزرعون. این یتزرعون اون تاش تبدیل به زاد شده و در زاد ادغام شده، به صورت زاد مشدد در آمده است. تزرع اصلا از مصدر زروع با ذات به معنی نزدیک شدنه. زرع به معنی میل کردن به چیزی و نزدیک شدن به اون چیز است و در این آیه به معنی زاری که مقرون و همراه با توبه باشد که نشان از مطیع شدن و نزدیک شدن به خدای متعال باشد. این ماده زرع و تزرع و حتی مضارعه با صاد و عین، این مضارعه به معنی مشابهت و نزدیک بودن دو چیز در اوصاف است، طبق آنچه که فرهنگ لغت بزرگی مثل لسان العرب بیان کرده است. ما یک فعل ماضی داریم، ماضی یعنی گذشته. یک فعل مضارع داریم که گاهی میگن فعل مستقبل. مضارع را چرا گفتن مضارع؟ فعل مضارع را از اون جهت مضارع گفتند که بر وقوع فعل در آینده نزدیک دلالت میکند. حالا تزرع مصدر باب تفعل به معنی ناله و زاری توأم با خضوع و ذلت است. مشتقات آن در قرآن کریم به صورت تزرعو، یتزرعون، یزرعون آمده است. راغب اصفهانی در کتاب بسیار ارجمند مفرداتش میگوید تزرع به معنی تذلل و زاری نمودنه. تزرع در اصطلاح به معنای اظهار خضوع و زبونی نفس در برابر خدای یکتا در هنگام درخواست حاجت، اون هم همراه با ناله و زاری است. آیاتی که بیانگر چنین حالتی هستند از جهاتی قابل توجه و شایسته تدبرند. همین آیه‌ای که در آغاز سخنم تلاوت کردم، و ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، از این جمله است. یعنی ما هیچ مجتمعی، هیچ شهری، هیچ روستایی را که در نظر گرفتیم، هیچ پیامبری خلاصه در میان اونها نفرستادیم جز اون که اهالی اون را به آسیب مالی و جانی گرفتار کردیم، و این گرفتاری برای این بوده که به خداوند و به درگاه ما توبه و زاری کنند. این خلاصه ترجمه آیه شریفه است. در این آیه تلخی‌ها
و ناملایمات به عنوان یک سنت الهی برای همه اقوام مطرح شده است و از طرفی میدونیم سختی ها و مشکلات عامل سازندگی، غفلت زدایی و توجه به خداوند نیز میتواند قلمداد شود. و ضمناً این نکته را هم من یادآور میشوم که ناگواری ها همیشه اینطوری نیست که نتیجهش قهر الهی باشد، نه، بلکه چه بسا لطف الهی باشد که به شکل بلا جلوه‌گر گردد، گویی که همون گونه که گداختن آهن در کوره آتش سبب نرم شدن و شکل پذیری اون می شود، حوادث و شدائد نیز انسانها را نرم و از راه تضرع و زاری در واقع به درگاه قادر متعال او را مستعد رشد و تکامل معنوی می سازد و از این طریق می شود گفت خامی و نپختگی در وجود آدمی رخت بر می بندد و به کمال و تعالی سعی وجودی خیش انسان دست می یازد. گفت کباب پخته نگردد مگر بگردیدن. اتفاقا سختی ها، گاهی فقرها، مشکلات سبب تعالی و تکامل انسان می شود. گاهی نعمتها، راحت طلبیها، آسودگیها سبب شلختگی و ناپختگی انسان و چه بسا عامل عقب موندگی بعضی شود. به هر حال در قرآن کریم در آیات دیگر من ارجاع میدم در سوره مبارکه انعام عرض می شود آیه 42 و 43 هم مشابه همین آیه 94 سوره اعراف در خصوص سختی ها و گرفتاری ها و نیاز انسان به تضرع و زاری به درگاه خدای متعال بحث کرده است. معلوم میشه که مشکلات راهی برای بیداری فطرت و توجه به خداوند عالم است و به طور ضمنی میفهماند که اینطور نیست که هر گونه رفاه و آسایشی لطف باشد و هر گونه رنج و مهنتی هم قهر و غضب الهی تلقی شود. خلاصه این که در مسیر تربیت و ارشاد گاهی سختی و فشار هم لازم و چه بسا عامل رشد و ترقی انسان هم بشود. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده که اگر مردم به هنگام ناگواری ها و تلخی ها به صورت خالصانه و صادقانه به درگاه خدای سبحان ناله و زاری کنند مورد لطف خدا قرار میگیرند که این در تفسیر نور الثقلین بر اساس یک روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است. مولانا هم در مثنوی چه زیبا گفته است: پیش حق یک ناله از روی نیاز، به که عمری در سجود و در نماز. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. بنابراین بر اساس این آیه‌ای که در صدر سخن تلاوت کردم، تضرع به درگاه خدا سبب رشد و قرب انسان به درگاه او و اتفاقاً سبب دوری از سنگدلی و خودشیفتگی و فریفتگی هم می شود و نشون می دهد که ریشه غرور و ترک تضرع چه بسا
انسان را به غرور وابدارد، انسان را به دام شیطان بیندازد. قرآن کریم می‌فرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین. در سوره اعراف آیه 55 می‌فرماید پروردگارتون را با زاری و پنهانی بخوانید، با زاری و در نهان بخوانید، یعنی با اظهار کرنش و آهسته از ته دل و از هر گونه تجاوز از حد در دعا دست بردارید. بیگمان که خدا از معتدین، اونهایی که از حد میگذرند، نمیگذرد و اونها را دوست نمیدارد. صریح خود این آیه قرآن است که در هنگام دعا انسان حالت تضرع و زاری به خودش بگیرد و این تضرع و زاری نه این که تصنعی و مصنوعی باشد، بلکه این تضرع و زاری برآمده از دل آدمی باشد و خفیةً، و اون هم در نهان. چون گاهی بعضی از دعاها هست که لازم نیست که در جمع باشد، نهانی و پنهانی بهتر است و انسان از ریا دورتر میماند، از شبهه این که به دام ریا بیفتد دورتر میماند. پیامبر گرامی اسلام در سفری برخی اصحاب را دیدند که با فریاد دعا میکنند، مثل بعضی از ماها که دعاهایمون حتما باید با بلندگو باشد، با اکو باشد، با داد و فریاد و سر و صدا، ولو این که به آزار دیگران منتهی شود، ولو این که بیماران و همسایگان را ما اذیت و آزار بکنیم، که اتفاقا یکی از عوامل گریز از دین در جامعه ما همین تظاهر به دعایی است که به شکل گاهی ممکن است احساس کند آدم که حالت ریا از اون احساس می شود. پیامبر وقتی که دیدن اصحاب با فریاد دعا می کنند فرمود آرام دعا کنید. این را صاحب تفسیر مجموع البیان از رسول خدا نقل کرده است. در سوره مریم آیه 3 که یادآور دعای حضرت زکریای نبی است، چه تعبیر زیبایی به کار رفته. می‌فرماید نادا ربه نداء خفیا. زکریا پروردگارش را با صدایی خفی، یعنی آهسته خواند. لازم نیست که آدم فریاد بزنه. و در سوره حجرات هم، یعنی آیه 2 سوره حجرات، مؤمنان فرمان یافتند که در حضور پیامبر اکرم صدایشون را بلند نکنند، که بلند کردن صدا در حضور رسول خدا کاری دور از ادب و احترام است. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. صدای خود را از صدای پیامبر فراتر نبرید و با او بلند سخن نگویید. خب ما که امامان را جانشینان بر حق پیامبر میدانیم، آیا ادب اقتضا نمی کند وقتی که در کنار قبر اونها زیارتشون میکنیم، دعا میکنیم، صدایمون را پایین بیاوریم، داد و فریاد راه نیندازیم؟ این
آیه به ما چه میگوید؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر آموزه های قرآنی در جامعه ما تحقق پیدا بکند، اگر نکته ها و حقایق قرآنی به درستی تعلیم داده شود در رسانه های گروهی ما، این گونه نمی شود که مردم سر قبر حضرت رضا علیه السلام اون گونه سر و صدایشون را بلند بکنن. یک وقتی من دیدم اونجا یک آقایی پرید و پایش را گذاشت روی این مهره های ذریح قبر و شبکه های ذریح قبر، رفت اون بالا داد فریاد ای امام رضا حاجتم را برآور، چنین کن چنان کن. و اتفاقا چند دقیقه بعد از این لحظه که خدام اینها مشغول شدن که این آقا را از اون بالای ذریح به پایین بیاورند، دیدم یک سید معمم ریش بلند امام بزرگی دارد پشت به قبله رو به قبر سجده می کند. من گفتم سیدنا، مگر تو درس نخونده ای؟ مگر عروة الوثقی سید طباطبایی را در درس‌های فقهی نخونده اید؟ لا یجوز السجود علی القبر، بر هیچ قبری سجده جایز نیست، این کارها را نکنید. فیلم از شما میگیرند، در شبکه‌های وهابی ها پخش میکنند، اونگاه شیعه را متهم به شرک و کفر و ارتداد میکنند، تا جایی که حتی ریختن خون شیعیان را جایز میشمارند. اصلا این کارهای جاهلانه چرا فرهنگ ما باید چنین باشد؟ چرا رسانه های ما، چرا عالمان ما در این زمینه اون حقایق قرآنی را بیان نکنند؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. در نگاه قرآن کریم تضرع و ناله و زاری در دعا نشانه توجه انسان به کمبودها و نیازهای او و در واقع عامل شکستن غرور و خودخواهی است. زیرا آنکه خود را قوی و غنی بداند در برابر هیچ کس ناله و درخواستی ندارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که تضرع در دعا در واقع دستان خود را به طرف آسمان بلند کردن و دعا نمودن است، طبق حدیثی که مرحوم کلینی در کتاب الکافی نقل کرده است. و باز قرطبی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیرش نقل می کند از پیامبر خدا که فرمودند خداوند حیا می کند دستی را که به دعا بلند شود ولی محروم برگرداند. خدا دعا را مستجاب می کند. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. در سوره اعراف آیه 205 می‌فرماید پروردگارت را در جان و دل خیش با بیم و زاری، با خوف و زاری، بدون فریاد در بامدادان و شبانگاهان یاد کن و از غافلان مباش. بر اساس این آیه در واقع قرآن کریم علاوه بر ذکر زبانی، ذکر قلبی و درونی را هم می ستاید. چرا؟ چون می فرماید واذکر ربک فی نفسک، یعنی این دعا باید از دل برآید، نه تنها بر زبان جاری شود. آنچه که بر زبان جاری می شود باید از دل سرچشمه گرفته باشد.
و یاد خدا وقتی غفلت زدایی می کند که بدون تظاهر و ریا و بدون سر و صدا، آن هم با بیم و ترس از خدای متعال باشد. بیم و ترس از خدا یعنی بیم و ترس از اجرای عدالت الهی، وگرنه خدا زیبای زیبایان است. ان الله جمیل و یحب الجمال. قابل توجه این است که در آیه 55 سوره اعراف فرمود تضرعا و خفیةً، و در آیه 205 همین سوره می‌فرماید تضرعا و خیفةً. ببینید یک جا بعد از تضرع می‌فرماید خفیةً، یک جا بعد از تضرع می‌فرماید خیفةً. خفیةً یعنی در نهانی و در پنهانی دعا بکنید، خیفتن یعنی در دلتون خوف خدا باشد در هنگام دعا. معلوم می شود که خفیه یعنی پنهانی و خیفه یعنی ترس و بیم همراه با تضرع که باشد در واقع از ویژگی های دعا و مناجات صمیمانه با خداست که اهل دل در واقع بدون موصوف می شوند. حالت خفیه و پنهانی در دعا بیشتر برای تمرکز دعا کننده و توجه کامل او به خدای یکتا و محفوظ موندن از تظاهر و ریا و خودنمایی در مقابل چشمان دیگران است. ولی حالت خیفه و بیم برای قرار گرفتن دعا کننده در حیطه خوف و رجا و مسئولیت از دچار شدن به کیفر کردار خیشتن است. و حالت تضرع و زاری در واقع برای تلطیف روح و رقت قلب دعا کننده در بستر دعا و مناجات و ایجاد زمینه تقرب به سوی قاضی الحاجات است. اصل ریشه تضرع از زرع با زاد و عین به معنی میل کردن به سوی چیزی و نزدیک شدن به اون چیز است که عرض کردم. بنابراین در قرآن کریم تضرع کردن به معنای مایل شدن انسان به سوی خدا و برطرف کردن حجاب‌ها و نزدیک شدن به اوست. و چون این کار با زبونی و ذلت در برابر خدای متعال حاصل می شود، آن را به حالت کرنش و خشوع نفس در مقابل خدا به هنگام دعا علما تفسیر کرده اند. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیة قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. بگو کیست که شما را از تاریکی های خشکی و دریا نجات می بخشد، در حالی که او را آشکارا با تضرع و زاری و پنهانی یعنی از عمق جان می خوانید. چه کسی این کار را می کند؟ قل الله ینجیکم. بگو خداست که شما را از اون ورطه‌های خطرناک و از هر گونه اندوه نجات می‌دهد. این آیه هم در سوره انعام آیه 62 و 63 است. بر پایه روایات تفسیری که از جمله بخشی در سوره مؤمنون آیه 76 و 77 هم آمده، فرجام ترک تضرع چه بسا به صورت بلاهایی از قبیل قحطی، گرسنگی، گرانی، کشتار یا نزول عذاب اخروی دامنگیر انسانها شود.
همچنان که کسانی از عارفان رهایی یونس نبی را از شکم ماهی و دیگر انبیای الهی و قبول در واقع دعای آنان و حتی برطرف شدن ابتلای ایوب نبی را نتیجه تضرع آنان به درگاه خدا دانستند. بنابراین تضرع بنده به درگاه خدا حاکی از عجز و نیاز وجودی او در مقابل ذات غنی به ذات و لایزال ازلی و ابدی است که مرحله‌ای از مراحل عبودیت و بندگی را در کمال تذلل به نمایش می‌گذارد. از خدای یکتای بی همتا می‌خواهیم که در ظرف این ماه مبارک رمضان توفیق دعاخوانی، اون هم از صمیم دل، همراه با تضرع و زاری برای ایجاد رقت قلب، به همگی ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.